سلام، مهدی هستم از فریلنسر شو. توی این ویدیو قرار درباره این صحبت بکنیم که چطور میتونیم از آپورک بدون تجربه خاصی پروژه بگیریم. امروز 5 نکته آسون بر شما دارم که کمک میکنه از آپورک پروژه بگیرید. این تکنیک‌ها نیاز به تجربه خاصی ندارن و فریلنسرهای مختلفی خیلی زود باهاشون پروژه گرفتن. قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهایی که در آینده منتشر میشه مطلع بشید. اگه برای فریلنسری برنامه دارید، آپورک میتونه نقطه شروع خوبی برای شما باشه. حتی شاید به این جنبندی برسید که فقط روی آپورک تمرکز کنید و سراغ جای دیگه‌ای نرید. بریم ببینیم چطور میشه از آپورک پروژه گرفت. 1. روی پروژه کوچیک زمان بذارید. درسته نمیشه تا ابد با پروژه کوچیک پیش رفت، ولی تو شروع کار فریلنسینگ هیچ چیزی مهمتر از بالا اومدن سریع پروفایلتون نیست. اتفاقی که باعث میشه بریم سراغ پروژه‌های بهتر و بزرگتر. روی پروژه کوچیک‌تر بیت بذارید تا پروفایلتون پر بشه از ریویوهای 5 ستاره. اینجوری تو رنکینگ آپورک سریعتر رشد می‌کنید و کلی نمونه کار واقعی به پورتفولیوتون اضافه میشه و این حیاتی ترین نکته برای گرفتن پروژه‌های بیشتر و با کیفیت‌تر تو آپورک. 2. ریویو 5 ستاره بگیرید. برای معتبر شدن اکانتتون ریویو 5 ستاره خیلی مهمه. همه کارفرماهای جدید شما رو بر اساس ریویوهای قبلیتون انتخاب می‌کنن. سعی کنید هر طور که شده ریویو 5 ستاره بگیرید. برای همین تخفیف بدید، پروژه رو سریعتر تحویل بدید و یا یه سری کارهای کوچیک رو به صورت هدیه بر کارفرماها انجام بدید. البته مطمئن بشید که کارفرماها میدونن که اینها برای یه ریویو 5 ستاره با یه متن خوبه. پس تا میتونید پروژه کوچیک انجام بدید، ریویو بگیرید و مطمئن باشید که این کارها خیلی به شما کمک میکنه. 3. پروفایل رو جدی بگیرید. شاید باورتون نشه که یه پروفایل تمیز و با کیفیت چقدر میتونه موثر باشه. با چند تا کار ساده شانسمون رو برای دریافت پروژه چند برابر بکنید. درباره جزئیات صحبت بکنید. همه قسمت‌های مربوط به پروفایلتون رو خیلی با دقت کامل کنید تا کارفرماها با اطمینان بیشتری به ما مراجعه بکنن. یه پروفایل نصف و نیمه هیچ وقت به ما کمک نمی‌کنه که پروژه‌های بهتر و به‌صرفه‌تری بگیریم. درباره ارزش پیشنهادیتون به کارفرماها بیشتر صحبت بکنید و کاری کنید که پروفایلتون نشون بده که چرا ما گزینه مناسبی برای کارفرماهای بالقوه هستیم. تست. از هر تغییری که توی پروفایلتون اعمال می‌کنید بازخورد بگیرید تا ببینید چه چیزی بیشترین مشتری رو برای شما داره. عنوان و نرخ ساعتی دستمزد شما بیشترین تاثیر رو در بازدید پروفایلتون داره. همیشه ترکیب‌های مختلفی از این دو تا رو تست بکنید تا ببینید بهینه‌ترین حالت ممکن کدوم یکی از حالت هست. البته حواستون باشه که یه بکاپ از پروفایلتون داشته باشید که اگه لازم شد در سریع‌ترین زمان ممکن به پروفایل قبلیتون برگردید. 4. برای پروژه‌های مختلف پروپوزال ارسال کنید. وقتی که پروفایلمون تکمیل شد، زمانش فرا رسیده که بریم سراغ پروژه‌های بهتر و با کیفیت‌تر. اشتباه ناامید کننده‌ای که فریلنسرها اینجا انجام میدن اینه که یه متن تکراری رو برای همه کارفرماها ارسال میکنن. هیچ وقت این کار رو امتحان نکنید، چون کارفرماها متوجه میشن که دارین از یه تمپلیت تکراری استفاده میکنید و این باعث دلسردی کارفرماها میشه. توی پروپوزالتون از اسم کارفرما استفاده کنید، نیازهای کارفرما رو شناسایی کنید و توضیح بدید که چطور قرار نیازها رو برطرف بکنید. این کارتون باعث میشه که کارفرما متوجه شه که شما توضیحات پروژه رو با دقت خوندید و برای پروژه اهمیت قائلید. از کارفرما درباره پروژه سوال بپرسید که تحریک بشه که فرآیند مذاکره رو با شما استارت بزنه. پیشنهاد میکنم برای اینکه بیشتر درباره پروپوزال نویسی یاد بگیرید به ویدیوهای قبلی ما یه سر بزنید. 5. اینویتیشن بگیرید. درسته نوشتن یه پروپوزال خوب خیلی مهمه، اما باور کنید که درآمد اصلی شما زمانی شروع میشه که اینویتیشن بگیرید. اینویتیشن یعنی یک کارفرمایی از پروفایل شما خوشش اومده و ازتون مستقیما خواسته که روی پروژهش زمان بذارید. دریافت پروژه تو این حالت خیلی آسان‌تر از ارسال پروپوزال هستش، چون تو ابتدای کار کارفرما علاقه‌مندیش رو برای همکاری با ما نشون داده. برای دریافت اینویتیشن های بیشتر تو فضای آپورک نرخ موفقیت پروژه‌هاتون رو افزایش بدید و ریویوهای بیشتری دریافت بکنید. امیدوارم که این نکات به شما کمک کنه که پروفایل آپورکتون رو هرچه بهتر تکمیل بکنید و پروژه‌های بیشتری بگیرید.
اگه علاقه‌مند هستید که ویدیوهای بیشتری رو درباره فریلنسینگ بین‌المللی ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید. توی کامنت ها به من بگید که بزرگترین چالش شما برای فعالیت توی آپورک چیه و ما چطور میتونیم به شما کمک بکنیم. حتما یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید.